است. تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مه‌آلود اندوه پنهان بود. با من بگو از لحظه های مبهم کودکیت، از تنهایی معصومانه دستهایت. آیا میدانی که در هجوم دردها و غمهایت و در گیر و دار ملال‌آور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه نقره‌ای نهفته؟ آمدم تا دستهایت را به پنجه طلای خورشید دوستی بسپاری، در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآی و اینک آن شکفتن و سبز شدن در انتظار توست، در انتظار توست. قسمت 11 سنجاق سینه مفقود شده. سرپرست گویندگان نصرالله مدفارچی.